کوه احد قرار داریم. کوه احد بسیاری های ما میدونن که در جنازه ها بسیارتر چی میگه؟ کوه احد تعریفش میگه. اینا کوه احد هستن. اینجا سر میشه، این همین کوه تا تمام شدنش هست. فهمیدین؟ 8 کیلومتر درازش. 8 کیلومتر درازش هست. 850 متر بلندش هست. بلندش اما 850 متر بلندتره. پهنش 2 کیلومتر 3 کیلومتره. فهمیدین؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اول معرضه میگن که حدیث گفته هستن. یک روز پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله به همراهی ابوبکر صدیق، عمر الفاروق، عثمان ذوالنورین بالای کوه برآمدن. این همین کوه احد بالاش برآمدن. لیکن کوه چی اومد؟ لرزه اومد. خداوند این همین کوه ده یک چیزی را دادگی هستن، دیگر کوه ده چیز دادگی نیست. این حس کردن، حس کردن، احساس کردن. همون چیزا خداوند این همین کوه دادگی هستن. وقتی که در بالاش برآمدن کوه خود وقت چیکار کردن؟ لرزیدن. این حدیث هستن، در واقع چی هستن؟ در حقیقت همون کار شدگی هستن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله میگه که در کوهشون زدن و گفتن که ای کوه سکوت شو، در بالات نبی هستن، صدیق هستن و 2 شهید هستن گفتن. یعنی از نبی مقصد این هستن که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله کی است؟ نبی هستن. خاتم الانبیا میگیم که پیغمبرها را آخرانش، یعنی که نبی. در بالا صدیق هستن. ابوبکر صدیق هستن. برای آنکه جانی رفیق پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بودن. روزی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله شب اسرا و معراج در بیت المقدس میره، پیغمبرها در امام شده 2 رکعت نماز میخونه و معراج یعنی جنت میدره، جنت میبره. خداوند میگه که مشرک ها میگه که ای ابوبکر صدیق رفیق تو گفته استن که یک شوده بیت المقدس رفته، هم کجا 7 قوت آسمان رفته. گفتن که همون گپ محمد گفتن که محمد گفته که باشه، راست گفتن چیکار کردن؟ دلالت کردن، تصدیق کردن. گفتن که یک وقت از جانب الله آیت میفره، من باور میکنم یک شهاده جنت در آمدنش من باور نمیکنم. بعد همون چی نام گذاشتن؟ ابوبکر صدیقی که یعنی که راستگوینده، دروغ گفتگی نبودن. ابوبکر صدیق سوم نفرش آن نفر بودن که 2 شهید گفتن. حالا آنها چی بودن؟ زنده بودن. آدمی که در راه الله جان خودش میتیه، در اسلام باشه جان خودش میتیه، چی هستن؟ شهید سو میشه. شهیدها با 7 نمود میشه. درباره شهید با گپی بسیار هستن. 2 شهید هستن گفتن. برای چی آنها را شهید گفتن؟ برای آنکه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رحلت او دنیا کردن. بعد اون نفر ابوبکر صدیق خلیفه شدن. 2 ماه 2 سال 3 ماه زیادتر خلیفه شده هستند. بعدا عمر الفاروق چی شده است؟ خلیفه شده است. امیر المؤمنین شده هستند. اون نفر در وقت نماز خواندنش چیکار کرده است؟ شهید کرده است. اون نفر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله گفتگی بود که 2 شهید ایستاده است در بالا. گفتن یکم از شهید شدن وقتی که عمر الفاروق شهید شدن، در جای اون نفر کی امیر شدن؟ عثمان ذوالنورین. عثمان رضی الله عنه. عثمان ذوالنورین میگه، یعنی که 2 نور صاحبش، یعنی که 2 نور گفته. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله 2 دخترش چیکار کرده است؟ به زن خودش گرفته هستن. اول دخترش گرفتن، اون نفر مردن، دختر دیومش چیکار کرده است؟ گرفته است. برای همون میگه که صاحب 2 نور. فهمیدین؟ این دخترای پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نور داشته هستن، نور هستن. آخر برای همون عثمان رضی الله عنه را هم شهید گفتن. برای چی شهید گفتن؟ وقتی که عثمان رضی الله عنه خلیفه شدن، اون نفر خیلی ملایم بوده هستن. یگان نفر سخن صح گفتن نمیتونستن. یک روز پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در مسجد شیشتگی بود، همون تکیه کرده شیشتگی بود. یا ابوبکر صدیق آمدن سلام کردن، هم تکیه کرده شیشتن گرفتن، از جایش چیکار نکردن؟ نخستن. عمر الفاروق آمدن از جایش نخستن، سلام کردن با هم تکیه کرده شیشتن. وقتی که عثمان رضی الله عنه دور آمدن، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله 6 تانو پایهاشون رو محکم کردن. این همون بولدر میگه این اجاره
این هم اینجا را چیکار کردن؟ محکم کردن. صحابه پرسیدن که ای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، ابوبکر در آمدن نشیشته اما تکیه کردگی خوب بودن، عمر الفاروق در آمدن تکیه کردگی بودن، لیکن عثمان آمدن خیستن و شیشتن و پایهاتون رو چیکار کردن؟ محکم کردن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که ای عثمان فرشتگان حیا میکنن. من برای چی حیا نکنم؟ برای آنکه عثمان رضی الله عنه خیلی چی بودن؟ حیا میکنن. میگه که فرشتگان ای عثمان چیکار میکنن؟ حیا میکنن. وقتی که عثمان رضی الله عنه خلیفه بودن یگان نفر از سخن سخت گفتن نمیتونستن. بعد مسلمان ها باشن مشرک ها باشن فتنه خستن.